جوانان آینده و نیروی سازنده ملتند. طبیبان جوان با درک این مقام مقدس بهر خاتمه بیماری سیل سهم می‌گذارند تا به یک آینده بدون سیل برسیم. بیماری سیل تبابت شونده است. به شرطی که تبابت از طرف شخص بیمار پورا قبول کرده شود. داغگذاری به شخصان بیماری سیل نامردی است. از بیماری سیل نباید هراسید چون که آن تبابت شونده است. بیماری سیل کاملا تبابت شونده است. سیل را همچون مانع رشد جامعه و اقتصاد کشورمون از بین میبریم. بیماری سیل عوادی نیست، میتواند به هر کس گذرد، نوابسته از آن بودن نبودن شخص. شهر و دهات کشورمان را از جهت اپیدمیولوژی بی خطر نموده برای رشد سیاحی سهم می‌گذاریم. وقتی آن است که من و تو وطنمان را از سیل پاک سازیم. ما طبیبان جوان بر ضد بیماری سیل مبارزه میبریم. مقصد ما تاجیکان این است که تاجیکستان و جهان از سیل پاک باشد. بیا با هم بر ضد سیل مبارزه میبریم. عملی نمودن معیار تبابت که شخص در مرکز غمخواری قرار دارد قرض انسانی ماست. بیایید از شخصانی که گرفتار بیماری سیل هستند از آنها دوری نجوییم، بلکه از احوال آنها باخبر شده هرچی میتوانیم آنها را کمک و دستگیری کنیم. به شخص بیمار غمخواری و مهربانی نمودن این یک رکن انسانی است. همدستی و هم‌آوازی ما برای شکست سیل است، نیست بود سیل.